ماینکرافت ولی بار اومدی سراغ TNT های جدید پارت 2. من یه پارت قبلی هم گذاشتم که اگه خواستید میتونید برید ببینیدش و هدفم اینه که بزنیم اون خونه ها رو این خونه ها که میده بترکونیم. خب TNT اولا TNT نترایتی هستش، برو بریم. پشمام داره چه اتفاقی میفته؟ فقط یه نترایت واسه میره. چرا میمیرم؟ چرا اینقدر آشغالم؟ واسه میره روشنش کنم دوباره؟ یه نترایت میده؟ واقعا؟ زیاد جالب نبود. بریم سراغ TNT بعدی. TNT بعدی TNT دایموندی خفنی که میخوام ازش 2 تا بذارم. این از تو، اینم از تو. روشن شید ببینم چی میشه. پشمام چه خفن شد، ببینیدش. مثل اون ندرایتی آشغال نبودش. بریم سراغ TNT بعدی. TNT بعدی TNT اندرپل هستش. بذاریم اینم 2 نوع ازش. بفرما تو ببینیم چی میشه. خداش کریتیو بود، اما من خواستم من رو بکشم. بعد اصلا هیچ کدومش این خونه رو نمیتره کنه. و بذار بریم یکیشون هم تو خونه بتره. TNT بعدی رو داخل اون خونه که پشت سرم میبینید میتره کنم. همینطور که دارید میبینید میخوام اینجا یه TNT به شکل رعد و برق بتره کنم. رعد و برق هم این فکرم صابخونه است ها. بذار آتیشش بزنید. خب اسم این TNT رو بزنید TNT استورم. این TNT این TNT مخصوص خودم بود، مخصوص کانالم بود. پس حتما الان ویدیو رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن هم بذار روال و بریم سراغ TNT بعدی. خیلی خب ما داریم این خونه طبقه پایینش رو با خاک یکسان کردیم. نوبت این یکیه TNT لاوا. بذار ببینیم چی میشه. پشمام. بذار ببینم. زارا روشن نشد. بازی فکر باگ شد. بازی یه لک شد. پشمام چی؟ اینجا لاوا شد. این خونه باید فرار کنم. اینجا جای ماندن نیست. این صاحب خونه هم داشت آتیش میگرفت. چرا درو بستید؟ گیر کردم. خب بچه ها اگه این ویدیو خوشتون من حتما ویدیو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.